اعتقاد دارم که هر بیماری وضعیت خاص و منحصر فردی داره، بنابراین برای هر فرد باید یه پلن درمانی منحصر به خود اون فرد اتخاذ بشه، یعنی در واقع درمان هر فرد باید شخصی سازی بشه. در مدت 3 دهه طبابتی که انجام دارم میدم از سال 1375 تا الان به این نتیجه رسیدم که میشه با تلفیق 4 روش درمانی، طب کلاسیک یا همون دارو درمانی، طب سنتی، طب سوزنی و طب هیپنوتراپی که روش‌های درمانی کاملا علمی و ایمن هستن، افراد رو با روشی بسیار سریع، مطمئن و پایدار درمان کرد، طوری که اکثریت افراد از این علوم با ارزش نتایج خوبی بگیرن.